سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیو دیگه از چنل سیتی وستلند. امروز اومدیم که در مورد ابیلیتی ها و اینا براتون توضیح بدیم. بتل پس های ابیلیتی، همونطور که اینجا میبینید بتل پس ابیلیتی یه جوریه که هر 15 روز ریست میشه که پرمیومش 120. من کلا از فروشگاه استفاده میکنم، از بازار کلا استفاده نمیکنم. پرمیومش 120. الیت پسش هم که 240 که 2 برابر امتیاز رو میده که خیلی خوبه. سودم میکنیم، یعنی شما اونو بزنید 2 برابر میگیر که فرقی نداره کدومو میخریم، کلا همونقدر پول میدیم، کم نه زیاد. و اینکه شما باید که برای اینکه این بتل پس رو کامل کنید توی هر رده که هستین، یعنی آخرین ردتون کلا هرچی هست تو، مثلا رده 6 مثلا میز ابزارالات رده 6 داری، مثلا ابزار رده 6 بسازی، سلاح رده 6 بسازی. اما خب این دیگه مال سلاح و ایناست، برای همین میگه رازن بکش و سلاح گرم بساز، کلا برای سلاح است. و اینکه دیگه براتون بگم که من خودم نرفتم، کاملش نکردم. اینم برای میزا و ایناست که مثلا اگه میخواید اون ابیلیتی میزا رو ببری ارتقا بدی، همش اینو باز کنی خیلی عالی. و اینجا باید شما حیواناتتون رو رد کنید، حیوان پرورش بدید. وقتی حیوان رد میکنید صورتون حیوان دیگه میگیرید، گرچیشون میگیرید. اینجا هم که همونطور که میبینید 100 تا HP میده، اون بالایی 1% هم شانس جا خالی دادن، اون بالایی هم که 10 تا این پایینی بهترین روشه 10% با سلاح سر دمیج بیشتر و اونم 10% دمیج بیشتر، کلا سود نیست. اما اینجا 5% هم بهش میده محافظ در برابر سلاح نزدیک مثل نیزه و اینه که اصلا اینم که 10 تا اصلا ارزش نداره دوستان، هیچ کدوم اینا ارزش نداره. من بهتون توضیح میکنم که اون سوم پایینه رو و بعدی رو که دوستان اول رو پایینی بزنید، بعد بریم بالا. ببینید این 10% محافظت در برابر سلاح دورزن رو بهتون میده که اصلا توصیه نمیشه. اینا کنم 20% بود، نه 20% داره، 20% آسیب با شمشیر و اینو افزایش میده که اصلا توصیه نمیکنم. بالایی بهتره، بالایی 10% دفعه میده، 20 اون آخری عکس گلوله است که 20% دمیج سلاحی گرم میتونی بره بالا، اسکوپی داره هر اصلهی که داری به جز مثلا نیزه و شمشیر چاقو، کلا بالایی به صرفه تره. یه دونه پایینی بریم، سرعت پایینی بریم. این پایینی خوبه ها بچه، خوبه، اما من توصیه میکنم از وسطی بریم چون واسه تستا بهتره. دمیج شاتگانتون میره بالا، دمیج پخش قدرتمندی بزنی. اینا 5% بحرانی بهش اضافه میکنه که خیلی توصیه میکنم. من خودم اینو زدم، الان تیران پشت سر هم بحرانی میزنه، بیشتر تیران بحرانی. خب دیگه اینم که ضربه پهنه، مثلا نیزتون بردش مثلا 20 برابر بیشتر بشه، مثلا نیزه 20 برابر بردش بیشتر بشه که دیگه خداست، یا مثلا شمشیر 20 برابر 20% دیگه بردش بیشتر میشه که خیلی خوبه، توصیه میشه. و اینجا واسه کسی که لوت میزنی واسه خیلی بهتره، مثلا سرعت حرکت در حالت مخفی کاری رو 20% بیشتر کنی، این راحت میتونی از رازن فرار کنی، خیلی هم خوبه واسه کسی که لوت میزنه با مخفی کاری. این هم که 1% شانس جا خالی دادن در برابر حملات و
این هم آسیب به راهزنان 20 آسیب به راهزن ها داره 20% بیشتر میکنه. این هم که آسیب به باسها و سرکرده ها و نوچه ها رو 20% بیشتر. کلا هرچی که توی پایگاه هست و دمیجی میزنه، چون اینا دیگه نوچه حساب میشه. و اینم پایینیه که 10% دمیج سلاح سرد رو ببره بالا. اینم 20. کلا من پیشنهاد میکنم از پایینی بریم. اگر هم خیلی دلتون میخواد تفنگدار رو وسطی و یکی بریم جلو. و اینجا که آخرین جاست. این بحرانی خیلی خوبه. 20% دمیج بحرانی تو افزایش میده. اما خب من میگم پایینی رو بریم دیگه، همینجوری توکنا رو جمع کنید دیگه، بزنید روی دیگه بهتره از نظر من. و آسیب به حیوانات همینم بود که درصد بیشتر که کلا خوبه. این بالایی هم خوبه 10% میره بالا، 10% بیشتر. کلا همه اینا خوبه، هر چیزی بالاخره یه خاصیتی داره. اما من اینا رو که پیشنهاد کردم خیلی بهتر نشون میده، خدایی میگم. اینم واسه وارهرواز خیلی خوبه. مثلا ما اصلا بخش میزنیم، مثلا احتمالی که بکشی زیاده یه چیزی. ببخشید آره یاد گرفته شد. خیلی خوب. این صورت حمله هر طوری که هست اصلا این صورت حمله رو بگیر، 50 تا صورت حمله تو میره بالا که خیلی خوبه. این هم بحرانی خیلی خوبه، اما خوب باید صورت حمله کم ضروری تره. اوکی. این بحرانی ها رو کلا بگیریم، خیلی سوده و خوبه. و اینجا رو من بهتون توصیه میکنم که اینجا هر 3 تا رو بریم، هر 3 ابیلیتی رو بریم، چون 10% شانس میده که مثلا سنگ بزنی، 10% شانس میده چوب و سری بگی، درخت رو سری قطع کنی، سنگ رو سری نابود کنی، حالا هرچی. این هم خوبه 5% میره بالا. این هم که 10 تا میبره بالا. این هم حالا من توصیه نمیکنم، این هم بگیری که خیلی خوبه. اینا نه هم زیاد چیز خاصی نیست، یعنی من توصیه میکنم اصلا به درد نمیخوره. اینجا رو بریم، میز کار تو صورتش میره بالا. اینم خوبه، مال میز تعمیر، مثلا 10% صورتش میره بالا که سریعتر تعمیر بکنم، اما من پیشنهاد نمیکنم. اینم همونه، کلا همینا. اینم که برای دوام سلاح سرد ایناست، کلا اینا واسه کمانا و سلاح سرد کلا خوبه، بد نیست. کلا دیگه چیز خاصی نیست. این پایین چیز خاصی واسه دیدن نیست. واسه این من پیشنهاد میکنم یا از بالا بریم یا از پایین بریم، یا مثلا یه بار از بالا بریم یه بار از وسط بریم. حالا نمیدونم دیگه، نظر خودت از کدوم طرف، بالا میریم وسط میریم، کلا دیگه به خودتون مربوطه. اما من توصیه میکنم که از وسط بری که این 3% این هست، این اکسسوری 3% وسط دوام سلاحاتون رو افزایش میده که خیلی مناسبه. اون وسطی هم که میز کارتون سرعتش میره بالا که سریع میتونید تو آماده کنید که خیلی خوبه، کلا خیلی خوبه، کلا عالیه. این هم محافظت در برابر حیوانات و 5% بره بالا که خیلی خوبه. من توصیه میکنم از بالا بریم دوستان، توصیه میکنم از بالا بریم. اون دوتا پیچ یعنی هیچی نیستم، هیچ به در نمیخورم. از بالا بریم، خدایی از بالا بریم به نفعتون بیشتر. من خودم اشتباه کردم، الان مثلا نمیشه تو ما رو حذف کرد، کنم به گو رفتم، کنم مثلا اگه این خونی
دیگه میخوایم بگیریم یا رده 6 بگیریم یا رده 7 بگیریم. کلا رده 5 به دردتون نمیخوره، حتی تمساح. کلا بهتون توصیه میکنم که این کارو که میگم بکنید، به نفعتون بیشتر. حالا نمیدونم، شاید بگی که نه نظر خودم. خوب نظر خودت دیگه، نظر من نیست. من دارم یه چی بهت بگم که خیلی خوب باشه. مثلا این روح حالا هرچی هست، روح این روحیه خودمونه که تمساح پیچ پخی هم نمیده. خیلی خوب دیگه دوستان، این بود آموزش ما که کلا بهتون پیشنهاد میکنیم اگه میخواید لوت خوبی بزنید از بالا برید. خیلی به صرف تر دوستان اینا هم که دیگه روی حیوان خونی که اگه میخوای بگیرین همین آخری و برین روی خرس یا مثلا پوما و گرگ آلفا. حالا نمیدونم، نظر خودتونه دیگه. دوستان اول از همه ویدیو رو لایک کنید، دمتون گرم. چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید که هر ویدیو جدید گذاشتیم با خبر بشید. بای.